خب سلام میکنم به همه دوستان. اومدم که قسمت دوم بینگیکس رو براتون توضیح بدم. حالا ما اینجا توی این قسمت میبینی الان مثلا 15 16 دلار اومده اینجا. چیزی که من انتقال دادم ترونه و الان بریم تو مای فان اکانت هم بزنیم. اینجا زده این چیزی که هست اینا یه 117 تا ترون انتقال دادم که یه چند تا توضیح هم برای شما بدم تو قسمت فروش خرید و اینکه اینجاست الان تو کدوم اکانت ماست و کدوم کیف پول، چون چند تا کیف پول داره اینجا. بعد اینا دیگه مثلا زده فاند اکانت، مثلا فیوچر اکانت صفره. این تو قسمت فاند اکانت ما میخوایم تبدیل به تترش بکنیم و تو قسمت فیوچر استفاده بکنیم. برای این قسمت همون قسمت اثبات میریم. داخل اثبات که وارد میشیم زبانش هم فارسی کنم راحت‌تر بشه. خب این قسمت اثبات هم اثبات ایران فارسی هم نوشته اثبات بینج. ما اینجا دو تا داریم، بازار داریم، لیمیت داریم، حد سود و ضرر. این حد سود و ضرر خبرا گفتم براتون توضیح میدم. اینجا بر اساس قیمت بازار زده. مثلا ما میزنیم آقا قیمت باید کمتر. قیمتی که اینجاست ما میگیم آقا اگر قیمت اومد زیر 0 13 160 13 160 مبلغشه، این خریدش و فروش. قیمت اومد 0 13 160 100%. اینجا 100% ترون ما رو بفروش. یعنی اینجا ما ترون رو داریم، اینجا یه جور حد ضرر میشه. اینجا مثلا یا مثلا من اینجا خریدم میگم زمانی که برای اینجا فروختم، مثلا اینجا خریدم میگم آقا اینجا بخواد بفروشه میشه تو قسمت لیمیت. خب قسمت فروشش میشه قسمت لیمیت که مثلا به این حد رسید مثلا 13400 مستقیم بفروشه. بعد ولی تو حد سود یا حد ضرر من میگم اینجا خریدم، قسمت فروش میگم رسید به 0 13400 100%ش واسه من فروش بکن که میرسه اینجا دیگه حد سود رو میزنم فروش انجام میده. قسمت لیمیت هم همونجور که گفتم میتونم مثلا دیگه اینجا بفروشه، بعد حد ضرر مثلا قسمت بفروشه، حد ضرر اینجا میزنه که قسمت رسید باز بفروشه که شما کمتر ضرر کنه. رسید بالا هم که اون مقدار حالا سود رو انجام میده. تو قسمت بازار من الان میخوام بفروشم یه دفعه، یعنی با همین قیمت بازار 13 213 میخوام همینو فوراً فروش انجام بده. فروشی که بزنم اینجا تاییدیه رو میده. حالا میخواد دوباره یادآوری بشه یا نه، اگه بخواید نشه اینو تیک میزنید که دیگه همون لحظه فروش رو بزنید انجام بشه. حالا تایید رو میزنیم. اینجا زد مارک اوردر فیل انجام شد. بریم تو خرید 15 و 44 سنت داریم. اما خب تو قسمت فیوچرز که میریم، حالا فیوچرز پرپچوال و فیوچرز استاندارد هم یه سری تفاوتایی که دارم هم تیکایش رو بهتون میگم. یه صفحه دیگه باز کنم، یعنی برم تو استاندارد. فیوچرز استاندارد تو قسمت پرپچوال ما فقط با چیز کار داریم، با ارزهای دیجیتال کار داریم. یعنی تمام ارزهای دیجیتال، بعد NFT ها و حالا چیزی که هست اینجا تو بحث کریپتوکارنسی هست، اینجا تو قسمت پرپچوال انجام میشه. حالا باز کردن پوزیشن لانگ و شورت و اینا همش توضیح داده. بعد تو قسمت استاندارد ما به غیر از اینکه چیز داریم ارز دیجیتال هم داریم، مثلا یه چیزی مثل طلا یا مثلا یورو یا اینجاست آیدی به یورو به کد، بعد نه یورو مثلا به جی بی پی، بعد یورو اشکایدی نمیدونم کجاست، مثلا یورو یون ژاپن میشه با مثلا یورو به نزد یا هر چیز دیگه. یا مثلا طلا گلد میزنه اینجا، آره مثل طلا.
مثلا قیمت طلا حتی اینجا عنوان مثلا بازار فارکس هست، اینجا میشه انجامش داد. یکی از تفاوتایی که داره، مثلا من میام اینجا تو قسمت طلا اینو سل میگیرم، خب یا اصلا یه ارز رو بیارم که اینجا مثلا همون بیت کوین، مثلا من تو این قیمت 71800 اینجا یک سل میگیرم. این سلی که اینجا بگم حالا بیاد پایین یا بره بالا، خب حالا چه بیاد پایین یا چه بره بالا، من دوباره بخوام یه سل دیگه بگیرم، خب من اینجا اینجوری بزنه باشید اینجا مثلا من یک سل گرفتم، خب من بزنم انتر یک، یعنی اولینش که وارد شده. اوکی، من توی نقطه یک بار وارد شدم، خب سل گرفتم. بعد حالا مثلا قیمت میاد بالاتر، میام تو این قیمت هم وارد میشم، خب 72107. اینجا دوتا پوزیشن جدا برای من اینجا بازه، یعنی هر دوتا پوزیشن اینجا جدا باز میشه، خب مشخصه پوزیشن اول پوزیشن دوم. اما تو قسمت پرپچوال اینجور چیزی نیست. خب من بیام همینجا سل بگیرم، خب اینجا مثلا اینجا من یک سل بگیرم، بعد بیام این بالاتر سل بگیرم، خب به مقدار ورودی که دارم میانگینشو میگیره. ببینید ورودی مثلا من اینجا ورودم بوده، نقطه اینترم بوده، نقطه اینترم مثلا میاد تو این قسمت، میاد این بالاتر، خب برای سل بگیرم بایم بگیرم. حالا اگر مثلا اینجا بای بگیرم، اینجا مثلا دوباره بای بگیرم، قیمت یه خورده نزدیکتر میشه مابین، حالا نسبت به مقداری که میخوایم وارد مابین اون دوتا میشه. حالا عرضم به حضور شما که اینجا همون گفتم که همه ارزها داره، ارز دیجیتال داره، بعد ارز بازار فارکس هم تقریبا داره، چیزایی که هست گلد نفت نمیدونم، ولی خب جفت ارزها هم داره. یکی از تفاوتش این بود که هر معامله باز کنیم اینجا جداگانه باز میشه، یه خورده مدیریت کردنش سخت‌تر میشه. و عرضم به حضور شما اینجا اهراماش اینجاست، اینجوریه، یه سری نسبت به پرپچوال هم پایین تره. اینجا ما تا 150x، اینجا ما تا 150x میتونیم وارد شیم. اینجا مثلا ما تا 125 الان 125x اینجا میشه وارد شد. حالا اونجا یه خورده کمتره تو قسمتی که هست، بعد نسبت به ارزاش یه خورده کمتره. و تفاوت دیگه هم که داره تو بحث کارمزد، اینجا اسپریت بهش میگن، خب یعنی اختلاف قیمت بین سل یا بای گرفتنش یه خورده اختلاف هست که اسپریت اصطلاحا میگن تو بازار فارکس. ولی اینجا یه درصد کمیسیونه که همون اول موقع ورود و موقع خروج کم میکنه. یه تفاوت دیگه هم داره تو قسمت فیوچرز استاندارد، هر 8 ساعت که بگذره معامله شما باز باشه 1% کمیسیون میگیره. خب یعنی اینجا بکنم زده باشه پیداش نمیکنم، ولی 1% هر 8 ساعت که بشه 1% اضافه میکنه. ارزم به حضور شما، ولی تو قسمت پرپچوال اینجوری چیزی نیست، شما یک روزم باز باشه هیچ درصدی دیگه لازم نیست پرداخت بکنید. حالا اون درصد هم که پرداخت بکنید بعضی موقع درصد شما سود میده، بعضی موقع هم از شما کم میکنه، یعنی بعضی موقع حتی به شما پول بده نسبت به اون حجمی که وارد شدین. کنم حالا تو داستان بعد براتون توضیح میدم. ببین سر این قسمت که من اثباتو براتون ترونا رو کردم تتر، بعد اینجا میخوام انتقالش برم، حالا زبان فارسی کار نکنه، اینجاست. در اساس الان اینجا نگاه کنید صفره. این دوتا فریشی که هست مخالف هم دیگن، بشه میدیم زده از حساب سرمایه به حساب معاملات فیوچرز یا حساب فیوچرز استاندارد. ما حالا به حساب معاملات فیوچرز پرپچوال میخوایم انجام بدیم از حساب سرمایه. کوپنی که هست فقط USDT با VST رو قبول میکنه تو پرپچوال، ولی تو استاندارد بیت کوین هم قبول میکنه. حالا اینجا که ما میزنیم مثلا $15 همه رو میزنیم و تایید.
اینجا نگاه بکنید همون 15 دلار اومده اینجا وارد شده. خب دیگه اینجا ما الان میتونیم مثلا دیگه حالا رو هر ارزی که هست بخوایم مثلا انجام بدیم هست اینجا دیگه. حالا نسبت به ارزها و تحلیل‌ها و چیزی که هست دیگه وارد میشیم، پوزیشن رو میگیریم. سلوبای گرفتن که قبلا بهتون گفتم چطوره. و مثلا همینو درصدش خیلی زیاده، 140%، خیلی زیاده. خواستم سل بگیرم نشونتون بدم اما خیلی زیاده. مثلا براتون بزنم میایین مثلا تو رود گروه سیک نمیزنین میگم آقا 1%. خب مثلا واسه شما 15 دلار هم دارین. خب اینجا نگاه کنید من الان با لورج 20 وارد بشم یعنی 100% ضرره. اینجا 1%. خب من اینو میذارم بازار، تو قیمت بازار و حجم میارم رو 1%. این 1% من اینجا پوزیشن سل میگیرم. حالا آقا 16 تا باید بشه مثلا نمیکنم حالا نیم. بعد پوزیشن سل میگیرم. این پوزیشن سل اینجا برای من باز شده. من بیام اینجا بذارم. خب میبینی حد دیگه ضرر من 72 سنته. اگه مثلا حالا 150 دلار بود 1%ش مثلا میشد 1.5 دلار اینجور چیزیه. 1%، 2%، نهایت چیزی که میخوایم وارد بشیم 5%، چیز بیشتری نباشه. بعد عذرخواهی میکنم یعنی همینو کشیدم اونم اینجا شد این حد ضرر نمیشه اینجا حد ضرر. من میخوام اینجا سودش هم بذارم. اینم همینجا مثلا میشه 1.09 دلار میذارم تایید 220% خوبه. یعنی تقریبا ریسک ریوارد من 1:2. یعنی تو 5 دقیقه تو نیم ساعت های نگاه داشتیم بسیم احتمالا حالا این سری که همینجور یه دفعه یه هول گرفتیم احتمالا بیاد پایین ترم. یعنی اینجا رو 100% میاد بزن. اینه که تو قسمت برای دریافت و ارسال حالا هر رم ارزی توی قسمت این داره ها واریز و برداشت داریم. اصلا ما تو قسمت واریز بزنیم صفحه میاد بالا. تو قسمت واریز انتخاب حالا هر چیزی از توش کنیم. مثلا ما میزنیم اینجا جستجو مثلا دوجکوین. بعد میگه نوع شبکه. الان تو بینگ ایکس 2 تا شبکه رو داره ساپورت میکنه. یکی شبکه BNB یکی هم شبکه خود دوجکوینه. ما اسم خود شبکه دوجکوین رو میزنیم. اینجا درخواست نداره برای دریافت واسه بود دکمه دریافت آدرس بزنیم که اینو بزنیم آدرس ما با شبکه دوجکوین درست میشه. حداقل واریز هم 15 دوجکوین اینجا زده. حداقل واریز 15 دوجکوینه. این هم آدرس ولیت ماست. برای ارسال کردنش هم خب اینو حالا هر جا خواستین اینو کپی میکنید میفرستین. برای حالا مثلا اینجا ما واریز بود برای برداشت کردن داره ها میذاریم برداشت. حالا مثلا ما دوجکوین رو داریم انتخاب میکنیم میزنیم دوج آدرس برداشت که هست اینجا مثلا همون ما آدرس خودم رو کپی کردم پیست. نوع شبکه رو این توی این قسمت باید توجه بکنه. نوع شبکه چون اینو زدم بذارم اینو پاک کنم. اینجا نوع شبکه میزنی خب دوجکوین نمیشه 5 دقیقه زمانش حالا چه دوجکوین چه BNB هزینه‌اش هم تقریبا یکی BNB آره یه خورده بیشتر. بعد مثلا میزنم اینجا دوجکوین بعد اینجا آدرس رو پیست میکنم اینجا وارد میشه توی قسمت. بعد حساب حالا افزودن اظهارات اینا چیز زیادی نداره نمیخواد. برداشته که بزنین این دیگه حالا هر مقداری که دوجکوین هست حداقلش هم 4 و 4 مثلا 50 تا دوجکوین و من نمیزنم چون هیچی ندارم نمیزنه. میزنم مثلا 50 تا دوجکوین قابل برداشته و برداشت رو بزنیم 2 تا کد میخواد. اگر شما تلفن زده باشین کد تایید SMS میاد براتون. اگر شما تلفن نزده باشین که برای ایمیلتون میاد تاییدیه به برداشت برای ایمیلتون میاد که تایید بکنیم برداشت انجام میشه.
اینم از این واریز و برداشت بود که گفتم بهتون بگم. بازم سوالی داشتیم بپرسین، در خدمتم. روزتون خوش، خدا نگهدار.